چیدمان در طراحی سرویس بهداشتی از اون چیزی که فکر میکنید مهمتره. ما برای طراحی سرویس های بهداشتی پروژه صدرا پارک چندین آلترناتیو رو بررسی و بازبینی کردیم. بنابراین از این چیدمان شروع کردیم تا در ادامه طرحمون رو بهینه‌تر کنیم. در ابتدای کار روشی رو از کنار درب ورودی به روبروی درب انتقال دادیم تا فضای ایستادن و حرکت بیشتری بهمون بده. بعد جهت باز شدن درب رو تغییر دادیم تا سیرکولاسیون ورود و خروج رو بهینه کنیم. از طرف دیگه سرویس فرنگی هم به نسبت تغییری که تو فضای روشویی ایجاد شد به فضای بیشتر احتیاج پیدا می‌کرد. پس اون رو هم با رعایت استاندارد عرض 90 سانتی متر به دیوار کناریش منتقل کردیم. فضای کابین دوش با وجود عرض 90 سانتی متری مناسبی که داشت از عمق زیادی هم برخوردار بود و این فرصت رو به ما میداد که در انتهای کابین یک سکوی نشیمن و جایی برای قرار دادن وسایل حمام رو هم ایجاد کنیم. برای هدایت بهتر حرکت آب و جداسازی فضاهای خشک و تر، کفشویی رو به صورت خطی در انتهای فضای خشک و نزدیک به فضای تر حمام و توالت فرنگی در نظر گرفتیم. در نهایت حوله خشک‌کن رو هم روی دیوار انتهایی فضای خشک و در کنار درب کابین دوش قرار دادیم تا از داخل کابین دسترسی راحتی به حوله ایجاد بشه و از تجاوز فضای تر حمام به فضای خشک سرویس بهداشتی تا حد زیادی جلوگیری بشه.